با سلام خدمت دوستان. میخوام نرم افزار تحلیل استراتژی رو بهتون معرفی کنم. همانطور که میدانید امروزه به دلیل مشکل‌های فکری روزمره گاهی وقتا نمیتوانیم استراتژی که داریم را به صورت دقیق اجرا کنیم. نرم افزار تحلیل استراتژی به شما کمک میکند استراتژی معامله‌ای که دارید را به صورت دقیق اجرا کنید. خب حالا بریم سراغ معرفی قسمت‌های مختلف نرم افزار. این نرم افزار از 3 صفحه تشکیل شده که صفحه اول برای تنظیم آلارم اتمام کندل ها می باشد. این قسمت برای انتخاب تایم فریم می باشد و این قسمت برای ثبت یکی از زمانهای اتمام کندل می باشد که با ثبت یکی بقیه زمانهای آلارم به صورت خودکار ثبت می شوند و این قسمت زمان ثبت شده ذخیره شده را نشان می دهد. و این دکمه که 2 حالت دارد، در حالت اولی که علامت خطر هست، معامله‌گر به دلیل تمام نشدن کندل فعلی نمیتواند وارد صفحه دوم شود و با کلیک بر روی آن برنامه بسته می شود و در حالت دوم که علامت تیک سبز هست، به معنای این هست که کندل قبلی تمام شده و کندل جدید تازه شروع شده و در این حالت معامله‌گر 15 دقیقه زمان دارد تا با کلیک بر روی علامت وارد صفحه دوم شود. در این صفحه که صفحه دوم هست، برای اینکه بتونید به صفحه سوم که آخرین صفحه است وارد شوید، باید تک تک گزینه‌های ایجاد شده را با توجه به استراتژی که دارید تغییر دهید و با اتمام تمام گزینه‌های موجود، برنامه به صورت اتوماتیک وارد صفحه سوم می شود. باید توجه کنید که در این صفحه لیست اسامی گزینه‌ها و ضرایبشان را باید قبل از نصب برنامه برای ما به آدرس strategyanalysis666@gmail.com ارسال کنید تا ما با قرار دادن لیست اسامی در گزینه‌ها برنامه را برای شما آماده کنیم. در این صفحه که صفحه سوم هست، اولین گزینه وضعیت معامله را نشان می‌دهد. نرم افزار بعد از کامل کردن گزینه‌های صفحه دوم، با توجه به ضرایبی که در هر گزینه قرار داده شده، بهترین حالت خرید یا فروش برای معامله را نشان می‌دهد و در دومین قسمت ما می‌توانیم بعد از اینکه وضعیت معامله مشخص شد، با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، مقدار کل معامله، اهرم و حد ضرر را به دست آوریم. خب حالا بریم قسمت‌های مختلف نرم افزار رو تست کنیم.
برای تهیه این نرم افزار شما می توانید از سایت appfarm.ir اقدام کنید.